اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و الارض مددناها و الغینا فیها رواسی و انبتنا فیها من کل شیء موزون و جعلنا لکم فیها معایش و ما لستم له برازقین و ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. چون سوره مبارکه هجر در مکه نازل شد و مضامین سور مکی غالباً معارف اعتقادی است، در این سوره هم از مسائل توحید و سایر اصول سخنی به میان آمده است. برای توحید ربوبی که نظم عالم سند خوبی است این آیات نازل شد. فرمود زمین را ذات اقدس اله آفرید همانند آسمان و سایر موجودات. این مال خالقیت خدا. پرورش و ربوبیت خدا درباره زمین این چنین است که فرمود ما اون را به صورت بستر مناسبی قرار دادیم که کشاورزی و دامداری و زندگی در اون آسون باشد. اگر همه قسمت‌های زمین به صورت تضاریس و کوه و دره و امثال ذالک بود که قابل زندگی نبود. لذا ممدود است و مبسوط است و گسترده است در عین کرویت. و برای اینکه اون موادی که در درون اوست و مذاب است و هنگام آزاد شدن اون نیروها زلزله و لرزه‌ای در زمین پیدا می شود یا در سایر موارد ممکن است زمین بلرزد، ما این کوه ها را لنگر این کشی قرار دادیم، نظیری که فرمود بسم الله مجراها و مرساها، که ارسا همون لنگر داشتن و لنگر گذاری است و کره زمین به مثابه کشتی است و این کوه ها به مثابه سکان و لنگر و مرسای است. و انبتنا فیها من کل شیء موزون، هر چیزی به اندازه لازم ما او را از زمین بیرون آوردیم، که انسان هم از همین قبیل است که والله انبتکم من الارض نبات و جعلنا لکم فیها معایش، برای شما انواع و اقسام معیشت ها را ما در زمین قرار دادیم، چه اون چه به مسکن و پوشاک و خوراک برمیگردد، چه اون چه که مسائل اقتصادی و سایر لوازم حیات برمیگردد. کلمه معایش از اون جهت که این یا بعد از اون الف هست و مناسب هست که به صورت همزه ذکر می شود، چون یا و واوی که بعد از الف هست به صورت همزه ذکر می شود. مثل بایع نمی گوین میگن بایع، قایل نمی گوین میگن قائل. واو و یا که بعد از الف هست به همزه تبدیل می شود. اینجا هم مناسب بود که گفته شود معایش، ولی اینها سماعی است نه قیاسی. زمخشری در کشاف میگوید به این که در خصوص کلمه معایش باید یا صریحا ذکر بشود، نباید گفت معایش، باید گفت معایش. ولی مشابه این از کلمات دیگر که یا واو بعد از الف قرار گرفت تبدیل به همزه می شود، نظیر کلمه شمائل و خبائث که در قرآن هر دو با همزه یاد شدند. در سوره مبارکه اعراف هم شمائل ذکر شد هم خبائث و هر دو هم با همزه ذکر شدند. آیه 17 سوره مبارکه اعراف این است که ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم، نه شمایلهم، که شمایل گفته نشد، شمائل گفته شد. چه این که در همون سوره اعراف آیه 157 به این صورت است الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة و الانجیل، تا به اینجا که یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث، نه خبایث، که بعد از اون الف یا به صورت همزه در آمده است نه به صورت یا. خبیث گفته نشد.
همین شمائل و خبائث که در سوره مبارکه اعراف در 2 جا مطرح شدن، در سایر سور هم به همین صورت آمدن، هم شمائل آمده است و هم خبائث. در سوره مبارکه انبیا اونجا خبائث ذکر شده است. آیه 74 سوره مبارکه انبیا این است: و لوطا آتیناه حکما و علما و نجیناه من القریة التي کانت تعمل الخبائث، نه خبایث. اون یتفیع ظلاله عن الیمین و شمائل هم در اون آیه‌ای که سجده مستحبی دارد اونم از همین قبیل است. اون آیه‌ای که سجدهش البته واجب نیست، که اگر خونده بشود سجدهش مستحب است، که یتفیع ظلاله عن الیمین و شمائل، نه شمایل. خب پس این مواردی که قرآن کریم یای بعد از الف یا واو بعد از الف را به صورت همزه ذکر کرد، اما در خصوص معایش همون طوری که تو سوره مبارکه اعراف هم ما معایش رو داشتیم که بحث اساسیش مربوط به همون سوره مبارکه اعراف است. آیه 10 سوره اعراف این بود: ولقد مکناکم فی الارض و جعلنا لکم فیها معایش. این تحقیقات در حقیقت مال همون آیه 10 سوره اعراف است که در اونجا معایش ذکر شده است. بنابراین این کلمه معایش گویا خصوصیتی دارد، اونطوری که جناب زمخشری میگوید باید با یا صریح و شفاف ذکر بشود و در غیر این کلمه مثل شمائل، خبائث و مشابه این حتما باید به همزه تبدیل بشود. بعد هم دارن که و ثواب همزه است یا را بین بین تلفظ بکنیم. شمائل ثواب هست و اگر خواستیم هم تلفظ بکنیم طوری که معلوم نباشد که یاس یا همزه، بینا بین تلفظ بشود. این مربوط به این کلمه شمایل است. خب فرمود و جعلنا لکم فیها معایش و من لستم له برازقین، که قبلا بحث شد این من عطف است بر کم در لکم. جعلنا لکم فیها معایش و من لستم، که می شود اسم ظاهر را بر ضمیر مجرور بدون اعاده جار عطف کرد، نظیر اونچه که در سوره مبارکه بقره گذشت: و کفر بهی و المسجد الحرام کذا، که المسجد الحرام عطف است بر ضمیر بهی، این اسم ظاهر بر اون ضمیر مجرور عطف شده است بدون اعاده حرف جر. این رو بحث ادبی بود که شاید لازم نبود، ولی خب چون بحثش مربوط به سوره مبارکه اعراف. بله، اما درباره من هم قبلا هم اشاره شد، هم صبیان و سالمندان از زنها و مردا و غلامان و نوکران از کار افتادها، اونایی که قدرت کسب ندارن و انسان رازق اونها نیست، خدا سبحان همون رو تعیین میکند، یا نه اهم از اینها و نباتات و حیوانات و امثال ذالکن. اگر اعم باشد اولاست و استعمال من که مال ذوی العقول است درباره گیاهان و درباره حیوانات، این چون تقلیب هست محظوری ندارد، گذشته از این که خود اون کلمه من برای حیوانات هم ذکر شده است. تو همون سوره مبارکه نور که دارد والله خلق کل دابة مما منهم من یمشی علی اربع، همین است. آیه 45 سوره مبارکه نور این است: والله خلق کل دابة مما فمنهم من یمشی علی بطنه. این خزنده ها که رو شکم حرکت میکنن، تعبیر قرآن از اونها به من شده است. منهم من یمشی، نه ما یمشی. پس من درباره غیر ذوی العقول هم به کار می رود. و منهم من یمشی علی رجلین و منهم من یمشی علی اربع یخلق الله ما یشاء. خب پس و من لستم له برازقین می تواند شامل همه اینها باشه. عمده این کریمه و ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم است، که این را همونطوری که در المیزان ملاحظه فرمودید
می‌فرماید این جزء غرر آیات سوره مبارکه 18 است. برخی از سور یه آیه‌ای دارن که منزله بیت الغزل است، واسطة العقد است، اینو میگن جزء غرر اون سوره که سطحش با سطح سایر آیات فرق می‌کند. قرآن کریم یه زبان خاصی دارد، یه فرهنگ مخصوصی دارد، با لغت و امثال ذالک عرف و بنای عقلا نمی شود این قرآن را تفسیر کرد. بالاخره یه اصطلاحات خاص خودش دارد، این اصطلاحات رو با مراجعه به خودش و جمع‌بندی شواهد درونی باید حل کرد. یکی از اون موارد همینه که می‌فرماد هیچ چیزی نیست مگر اینکه خزائن او پیش ماست. اولا هر چیزی خزائن دارد، نه یک خزینه، چون خود خزائن نشانه جمع است، نه جمع در مقابل جمع. نفرمود اشیا خزائن دارند تا گفته بشود لکل شیء خزینتون، بلکه فرمود هر شیء خزائن دارد. یه مطلب. اگر فرموده بود اشیا خزائن دارد، خب جمع در مقابل جمع است، مجموع در مقابل مجموع است، بیش از این استفاده می شود که لکل شیء خزینتون. اما فرمود این من شیء الا عندنا خزائنه، یعنی هر چیزی خزائن دارد، نه همه اشیا خزائن دارد. قهرن هر چیز دارای چند خزینه است. وقتی هر چیز دارای چند خزینه بود، قهرن طولیاً بعضها فوق بعضن و مانند. این معنای عمیق را شاید خیلی از مفسران که اکثری اینها اهل سنت بودن، اینا این رو به مطر و باران تطبیق کردن که هر بارانی که نازل می شود مخزنش پیش ماست. امام رازی بعد از نقض این که عامه مفسران این چنین گفتن، گفت فازا تحکم محض. چرا شما شی را با این گستره‌ای که دارد بر خصوص باران هم بکنید؟ من شیئن یعنی هیچ چیزی در عالم نیست اهم از باران و غیر باران مگر اینکه مخازنی دارد و خزینه های او پیش خداست. مطلب دیگر اون است که خزینه کردن برای نیاز نیست، گاهی برای کمال غناست، نه برای نیاز. گاهی خیال می شود که خدای سبحان مخزن میخواد چه کند؟ مخزن مال کسی است که قادر نباشد. خدای سبحان چون به کل شیء قدیر است، پس خزینه‌ای در کار نیست، و چون خدای سبحان قادر به کل شیء است، خزینه سازی و خزینه داری وجهی ندارد. من شیء الا عندنا خزائنه معناش اینه که هر چیزی تحت قدرت خداست. قهرن این آیه با این جلال و شکوهی که دارد به همون آیات معروف برمیگرده، ان الله علی کل شیء قدیر. پیام جدید ندارد رو گمان اینها. اگر معنای ان شیء الا عندنا خزائنه این باشد که خدا بر هر چیزی قادر است، خب این همه آیات درباره قدرت مطلقه خدا کم بود که حالا یه همچین تعبیری بشود؟ ان الله علی کل شیء قدیر که فراوان است. این ان شیء الا عندنا خزائن چیکار به اون دارد؟ حالا چون امام رازی ذکر کرده، بعدم تو مجموع بیان آمده، متأخرین پذیرفت. اگر این آیه وضعش روشن بشود، وقت علوم غیبی که انبیا و اولیا دارن جایگاهش روشن خواهد شد. اینا سری به مخزن الهی میزنن، میگه چی میخواد نازل بشود، چی دارد نازل میشود، چقدر دارد نازل میشود. حیات و ممات افراد اینطوره، غنا و فقر افراد اینطوره، صحت و سلامت افراد اینطوره، عزت و ذلت افراد اینطوره، سقوط و صعود ملل اینطوره. هر چیزی یه مخزن یا چندین مخزن داره تثبیت شده است. از اونجا رو هندسه و مقدار معین نازل می شود. این کجا اون کجا؟ اینی که میگن قرآن یه زبان خاص دارد، فرهنگ مخصوص دارد، اینه. خب اینها چون معنای این من شیء الا عندنا خزائنه را به قدرت برگردوندن، گفته من شیء الا عندنا خزائنه یعنی الله علی کل شیء قدیر. قهرن و ما ننزله را هم
به معنای ما ننشئه و ما نوجده و ما نخلقه ذکر کردن، در حالی که تنزیل و انزال معنای خاص خودش دارد که به نحو تجلی است نه به نحو تجافی. در برخی از آیات قرآن کریم نموداری از انزال الهی را ذکر فرمود. در سوره مبارکه زمر فرمود به این که این دامهایی که شما می‌بینید خدای سبحان اینها را نازل کرده. آیه 6 سوره مبارکه زمر این است: خلقکم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها و انزل لکم من الانعام ثمانیة ازواج. از این دامهای چارپایی 8 زوج برای شما آفریده. 8 زوج یعنی شتر نر و ماده، گاو نر و ماده، گوسفند نر و ماده، به حیوان دیگر این است. یا نه زوج وحشی و اهلی، یک گاو وحشی، گاو اهلی، گوسفند وحشی، گوسفند اهلی و بز وحشی، بز اهلی و مانند وجوهی که درباره این 8 ازواج گفته شد. خب اینجا رو فرمود خداوند نازل کرده است. نازل کرده است یعنی خلقت کرده است، این است. خب همه چیز را خدای سبحان خلقت کرده است. الله خالق کل شیء. در سوره مبارکه حدید هم در جریان نزول کتاب و آهن این چنین فرمود: و انزلنا الحدید فیه بأس شدید. آیه 25 سوره مبارکه حدید این است: لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحدید فیه بأس شدید. هم کتاب را نازل کردیم، هم آهن نازل کردیم. خب این کتاب در مخزن الهی بود، او را نازل کرده است، و آهنم در مخزن الهی بود، این را نازل کرده است. معنای انزال هم به صورت تجلی است، نه به صورت تجافی. چون اگر انزال به صورت تجافی باشد، چیزی که در بالا هست قبل از نزول در بالا هست در پایین نیست، بعد از نزول در پایین هست در بالا نیست. این قطرات باران که از بالای سر ما فاصله چند متری به زمین میریزد، این قطرات وقتی بالا هست رو زمین نیست، وقتی به زمین ریخت و بالا نیست. این معنای تجافی است. آیا نزول انعام، نزول کتاب، نزول حدید و مانند آن و جمع‌بندی همه اونها که در سوره هجر است: ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، جمع‌بندیش این است که هر چیزی در مخزن غیب است و از اونجا ما نازل میکنیم. معناش این است که وقتی خدا نازل کرد رو زمین به ما داد، دیگه در مخزن الهی نیست که به صورت تجافی است، یا نه به صورت تجلی است. تو بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه داشت که چند بار اون خطبه مبارک خونده شد که حضرت فرمود الحمدلله المتجلی لخلقه بخلقه. خدای سبحان در آفرینش تجلی کرده است، نه تجافی. معنای تجلی این است که این شی که در مخزن هست با حفظ این که در مخزن هست رقیق می شود و تنزل می کند، به مرحله پایین تر می رسد که هم در مخزن هست، هم در بین راه هست، هم در مرحله پایین. این معنی تجلی است. مثل این که یک فقیه یا یک اصولی یا یک حکیم یک قاعده فقهی یا اصولی یا عقلی رو به عنوان ملکه اجتهاد در فضای جان خود دارد، بعد سعی میکند اون مطلب عمیق نقلی یا عقلی را به دیگران منتقل کند با گفتن یا نوشتن. اون بعد شروع میکند به یک سخنرانی یا تدریس، یا شروع میکند به یک تحقیق یا تألیف. وقتی که شروع کرد به تحقیق یا تألیف، بررسی میکند که من این مطالب را به عربی بگم یا فارسی بگم، به چه صورت بگم، مبسوط بگم یا مختصر بگم.
به این نتیجه میرسد که مثلا این رو من به فارسی بگم، چون اکثر مخاطبان من فارسی زبانن و برای این یه مقدمه ذکر میکنم و 3 فصل و یه نتیجه، اینا رو در فضای ذهن و خیالش ترسیم میکند، نقشه میکشد. اون مطالب در این هندسه و نقشه جاسازی میشود. بعد این شخص شروع میکند به سخنرانی و گفتن یا به تحقیق و نوشتن. وقتی که گفته شد میشود یه آهنگ هایی که در نوار ضبط میشود یا نقوش کتابی که در سینه کاغذ ضبط میشود. اینی که الان مکتوب است تو کاغذ هست یا ملفوظ هست تو نوار هست، تنزل یافته اون مطلب عقلی است. این چنین نیست که اون فقیه یا حکیم اون مطلبی که گفت اون مطلب آمده باشد روی نوار یا روی کاغذ، دیگه چیزی تو ذهنش نباشد که شده باشد تجافی، بلکه این تنزل است به نحو تجلی. یعنی این شخص در مرحله عاقله اصل مطلب را می‌داند، بعد این را به صورت تخیل ترسیم کرده است که مثلا فارسی باشه و یک مقدمه باشه و 3 فصل باشه و یه نتیجه. اینا رو تو فضای خیال ترسیم میکند که اینجا هم که بین راه هست وجود دارد، بعدم به صورت یک مقاله در میاد یا به صورت یک سخنرانی که اونجا هم وجود دارد. اونی که تو نوار است یا تو کتاب هست وجود لفظی این مطالب هست، اونی که تو خیال هست وجود خیالی یا وهمی است، اونی هم که تو عاقل است وجود عقلی است. همه اینها هر کدام در جا خودشون موجودن و اون بالایی در حد وسط رقیق شده به خیال و وهم رسیده، این خیال و وهم رقیق تر شده به صورت ملفوظ و مکتوب در آمده که این تنزل است به صورت تجلی نه تجافی. اگر چیزی تنزل کرد در عین حال که در مرحله پایین وجود دارد، در مرحله میانی و در مرحله بالا هم کاملا وجود دارد. این طور نیست که از اونجا سلب شده باشد. پس ام شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزل اون شیء را الا بقدر معلوم، به اندازه که مصلحت ایجاد میکند. برای هر کسی مصلحت هر چه است، والله یقدر الرزق لمن یشاء یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. بعضی ها را روزی وسیع‌تر میدهد برای آزمایش، بعضی روزی کمتر میدهد برای آزمایش. گاهی برای بعضی ها روزی زیاد داشتن مفسده است، برای بعضی ها روزی کم داشتن مفسده است. همه اینها را ذات اقدس برابر حکمت و مصلحتی که ملاحظه می کند نازل می کند. البته امتحان سر جاش محفوظ است. بعدم فرمود اگر ما این ارزاق را به صورت وسیع در اختیار همه قرار می دادیم، لو ان الله بسط الرزق لعباده لبغوا فی الارض، اگه وضع مالی همه مردم خوب میشد، همه گرفتار ان الانسان لیطغی ان رآه استغنی میشدند و طغیان میکردند. لذا مصلحت به این است که تفاوت محفوظ باشد، امتحان محفوظ باشد و هیچ کدام از فقر و غنا دلیل بر عزت و ذلت نیست. هر دو امتحان است. بعضی به فقر مبتلایند یعنی ممتحن، بعضی به غنا مبتلایند یعنی ممتحن. دستور مبارکه فجر از هر دو به عنوان ابتلا و امتحان یاد کرده است. فاما الانسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمنی و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهاننی کلا. فرمود ما اگه بعضی ها مال بدیم میگن خدا ما رو گرامی داشت، نخیر کلا، ما شما رو امتحان داره میکنیم. و اگر به یک فرد یا جمع روزی کمتری برسد میگن خدا ما رو اهانت کرده، تحقیر کرده. فرمود کلا، این چنین نیست، هم شما رو امتحان میکنیم هم اونها رو. دنیا هم به پایان نرسیده، هم شما رو که الان مبتلا به فقرید بعد مبتلا به غنا میکنیم، هم اونها که مبتلا به غنایان مبتلا به فقر میکنیم. هر دو در کلاس ابتلا به امتحان نشسته اید. غرض آن است که هر چیزی مخزنی دارد و انسان کامل وقتی سری به مخزن الهی میزند با خبر است که از اون مخزن چی میخواهد نازل بشود. خواه مطالب علمی باشد
انا انزلناه فی لیلة القدر است مانند آن. خواه مسائل رزقی باشد که انعام را نازل کرده، روزی‌های دیگر را نازل کرده مانند آن. خواه مسائل نظامی و حکومتی و سیاست و امثال اینها باشد که انزلنا الحدید فیه بأس شدید مانند آن را نازل کرده است. لذا این آیه من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم از غرر آیات این سوره مبارکه هجر است که مطالب فراوان را به همراه دارد. کلا بعد واو و امثال ذالک دارد. این چیزی نیست که کلا به بعد برگردد. در سوره مبارکه فجر این کلا نفی اون گذشته است. بعد شاهدی هم اقامه میکند، این است که بل لا تکرمون الیتیم و لا تحاضون علی طعام المسکین و مانند آن. چرا ملاحظه فرمایید این بل اضافه شده در سوره مبارکه فجر آیه 15 بعد اینکه فرمود فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمنی و اما اذا ما ابتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهاننی. کلا این نیست، این تموم شد. بل لا تکرمون الیتیم، نه کلا لا تکرمون الیتیم. خب اون حرفایی که دو گروه زدن اون حرفا درسته یا درست نیست؟ قرآن کریم حرفی رو از دو گروه نقل میکند بدون نفی اثبات، این که نیست. قسمت دوم درسته، قسمت اول و دوم هر دو درسته. اگر گروه اولی که متنعمن بگن والله اکرمنه، خب این حرف باطلی است. قسمت دوم هم که اذا قدر علیه رزقه یقول ربی اهاننه، اینم که حرف باطلی است. خب قرآن این دو تا حرف باطل را از دو گروه نقل کرده و ساکت شده که رد کرده. اون کرامت به زعم اوست، لذا فرمود کلا. لذا تعبیر خودش با ابتلا همراه است. این ابتلا با اکرمه قرینه است، چون ابتلاست. بعضی ها تو کلاس فقر مبتلاین، بعضی تو کلاس غنا. الان ما که اینجا سالمیم مبتلا به سلامتیم، اون که تو بیمارستان است مبتلا به مرض است. ابتلا یعنی امتحان، از هر دو به ابتلا یاد کرده. اون وقت این حرفی که ابتلاست امتحان است، خب از یک کسی دارن فرونکار رو امتحان میکشن، از کسی دارن فرونکار رو امتحان میکشن، این چه کار به اکرام اهانت داره؟ هر دو حرف باطلی زدن. وقت این حرف باطل رو قرآن هیچ رد نکرده، همینجور رد شده. وقت کلا اینطور نیست. این تموم شد. بل لا تکرمون الیتیم که مطلب جدید است. حالا اون تناسب صدر و ساقه آیات مطلب دیگه است که منشأ این که انسان این چنین است گرفتار می شود برای اینکه حقوق دیگران را نمیده، یتیم نوازی نمیکنه به مانند آن. اما این بینش و این دانش سخن باطلی است. آیا کسی بینشش این باشد که سرمایدار در نظام الهی عزیز است، فقیر در نظام الهی ذلیل و پست است؟ این همون نظام سرمایه‌داری کاپیتال دیگه. این حرف بین الغی را قرآن رد نکرده یا کرده؟ مگر در نظام کاپیتال این نیست که سرمایه‌دار غنی است و فقیر ضعیف و ذلیل است؟ اون کسی که میگوید داشتن نشانه شرف است و نداشتن نشانه حقارت، این کاپیتالی فکر میکنه. خب این حرف بین الغی است. خدا فرمود من هر دو رو داره امتحان میکنم. یه بیان نورانی در آخر نهج البلاغه است که وجود مبارک حضرت امیر سلام الله علیه فرماید که ان الغنا والفقر بعد الارض علی الله. البته داشتن و غنی بودن نشانه شرف است، فقیر بودن نشانه ذلت است، اما فقر و غنای بعد المحاسبه،
نه فقر و غنای دنیا. هر کی اونجا امیر رفت عزیز است، اونجا اسیر رفت اسیر است. بسا امیر که اونجا اسیر می آید، بسا اسیر که اونجا امیر خواهد شد، بسا پیاده که اونجا سواره می آید، بسا سواره که اونجا پیاده خواهد شد. اونجا هر کی سوار بود و امیر بود عزیز است. ان الغنا والفقر بعد الارض علی الله. اگر ارض علی الله شده حساب کتابی شد، معلوم میشه سلمان ها و ابوذرها امیرند و پیشرو، اموی و عباسی پس روند. نه در دنیا هر که غنی است کریم باشد و هر که فقیر است ذلیل باشد، طور نیست که. خب این حرف مسلم البطلان را قرآن نقل کرده و رد نکرده، این که نمیشه که. البته تا آخر سوره منسجم است، اکثری مردم این طورن. کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین و تأکلون التراث اکلا لما هستن و تحبون المال حبا جما هستن. بعد فرمود اینایی که شما دارید این راه نیست، کلا اینم به هم میخوره. کلا اذا دکت الارض دکا. خب اذا دکت الارض دکا، این کلا مال بعدی مال قبله. این میخواد جریان به هم خوردن نظام آسمان زمین رو رد کنه معاذالله، یا میخواد اون کارهای باطلی که مردم دارن اون رد کنه. تو همین قرینه بعدی بعد از اینکه فرمود شما یتیم را گرامی نمی‌دارید، نسبت به اطعام مساکین تشویق نمی‌کنید، یکدیگر رو تشویق نمی‌کنید، ارثیه رو پرخوری می‌کنید، نسبت به مال حب جمع دارید، نه جمع. جمع یعنی انبوه. علاقه تون به مال جمع است، یعنی انبوه است، زیاد دارید. ولو مال کم هم باشه نسبت به مال خیلی دلبسته اید. چون انسان شحیح گرفتار مال دوستی است، ولو مالش هم مختصر باشد. اون محبوب یا زیاد یا کم، ولی حب جمع است. جمع با جیم به میم مشدد یعنی انبوه. کلا بل تحبون المال حبا جمعا. این کار شماست. بعد کلا این کار باطلی است. این که شما لا تکرمون الیتیم بود باطل است، لا تحاضون علی طعام المسکین بود باطل است، تأکلون التراث اکلا لما بود باطل است، تحبون المال حبا جما بود باطل است. چرا؟ برای اینکه اذا دکت الارض دکا دکا به حسابتون میرسن دیگه. خب بنابراین کسی در دنیا فقیر باشد یا غنی باشد معیار ذلت نیست. معیار عزت و ذلت در اطاعت و عصیان است. همین. البته اونجا اگر کسی غنی بود عزیز است، معلوم میشد که ایمان را به همراه برده و عمل صالح را به همراه برده غنی است. اونجا اگر کسی فقیر بود معلوم میشه ایمان را نبرده، عمل صالح را نبرده، چیزی در دستش نیست، خب ذلیل است. خب بنابراین این که فرمود من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، این زبان قرآن است، فرهنگ قرآن است، پیام قرآن است، اصطلاح قرآن است. این با لغت و بنای عقلا و مراجعه به عرف و اینا حل نمیشه. خود قرآن کریم برای هر چیزی نه یک مخزن چندین خزینه قائل است. اونگاه علم غیب امام یا پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم روشن می شود. اینا وقتی به مخزن سری میزنن معلوم میشه چی نازل می شود چی نازل نمی شود، سهمیه ها چقدر است. اگر قدرت باشد که البته ان الله علی کل شیء قدیر، معلوم نیست که خدای سبحان چی ایجاد میکند. اما وقتی خزینه‌ای باشد، هندسه‌ای باشد، ارزیابی باشد، مصلحت و مفسده‌ای باشد، حکمت و صفاحتی باشد و به اندازه خاص دارد نازل می شود، کاملا اینا میفهمند که چه اندازه نازل می شود، چی نازل می شود، برای کی نازل می شود و مانند. بله خب چون جمع آوردن ظاهرش در طول همان دیگه. بعضی ها تو عالم ملکوتند، بعضی عالم عقولن، بعضی بالاترن بعضی بالاترن، بعضی ها را
بزرگواری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم حضور و ظهور دارد، پایین تر را جبرئیل و اینها هم حضور و ظهور دارن رو مانند. والحمد لله رب العالمین.